شما هم میتونید توی ایام نوروز شیک و متفاوت پذیرایی کنید، اونقدر که این قندها سریع و راحت آماده میشه و کم هزینه هست. همین الان میتونید بلند شید و توی 10 دقیقه دیگه این قندهای خوشگل رو داشته باشید. کل هزینه‌ش هم 20000 تومان بیشتر نمیشه. یک دوم پیمانه آب جوش، نصف قاشق چای خودی پودر ژلاتین رو داخلش بریزید و بذارید روی بخار کتری تا حل بشه. برای هر طعم قندی که دوست دارید نصف پیمانه پودر قند و یک سوم قاشق از اون پودری که دوست دارید رو بهش اضافه کنید. من از گل پنیرک، پودر گل سرخ و پودر زعفرون استفاده کردم. همینطور از پودر دارچین و هل هم میتونید استفاده کنید. یک قاشق از محلول ژلاتین رو به هر کدوم از ظرفاتون اضافه کنید و خمیر رو جمع کنید تا یک خمیر نرم داشته باشید. داخل نایلون بذارید تا خشک نشه. اگر نیاز بود و خمیرتون شل شد دوباره پودر قند بهش اضافه کنید و جمعش کنید. خمیر نباید به دستتون بچسبه. بعد میتونید خمیر رو به قطر نیم سانت باز کنید و با هر قالبی که دوست دارید قالب بزنید و یا اینکه میتونید از قالب‌های سیلیکونی هم استفاده کنید و خمیر رو داخل اون شکل بدید و یا حتی میتونید با چاقو برش بزنید. اگر در بین کار حس کردید که خمیرتون کمی سفت شده میتونید روی بخار کتری اون رو داخل دستتون ماساژ بدید و یا یک قطره از محلول ژلاتین بهش اضافه کنید و دوباره ورزش بدید و دوباره خمیرتون نرم بشه. توی طعم‌های مختلف این خمیر رو آماده کنید. دارچین، هل، زنجبیل و هر چی که دوست دارید و بذارید 24 ساعت تا کاملا خشک بشه و اون رو توی ظرف‌های دربسته جمع آوری کنید. حتی میتونید برای فروش هم این ظرف‌های خوشگل رو درست کنید و به فروش برسونید. خیلی کار راحتی هست.